سلام دوستان، من عدلر هستم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم باهاتون یه چند تا حرفی داشته باشم. امروز اومدم بگم دیگه وقت بای دادن ما هم فرا رسیده. دیگه فعالیتی نداریم توی این چنل، چون که اصلا هم درسا سنگین شده، هم اصلا نمیکشم. میام این همه ادیت میکنم، بعدش بیا ببینید بعدش چند تا بازدید میخوره. خودتون اصلا شوکه 23 تا چیز بازدید میخوره، ویو 64 تا میخوره. آخه این منصفانه این همه با شوق و ذوق میام براتون ادیت میزنم. با زور اینو نگاه 42 تا خورده. به قول مثلا من اصلا قبلا بر نمیگردم. قبلا 100 تا رو ببخشید 100 تا رو میخورد. نگاه کنید این 802 تا خورده. بعد آره دیگه قبلا هم خیلی بهتر 360. الان 100 تا هم nemiگیره. الان 100 تا هم به زور میگیره. نگاه کن این 64 تا. فقط من الان حرف نمیزنم، بریم ویدیومو ببینید، فقط ببینید کیفیت چقدر بالاست. نگاه کیفیت رو نگاه. فقط تو رو قرآن کیفیت رو نگاه، ادیت رو نگاه، آدم حال میکنه. ولی 64 تا بازدید خورده. این نمیخوره تو ذوقت. این همه بری یه ویدیو ضبط کنی، باز دوباره ادیتش کنی برای 64 تا بازدید میخوام. 64 تا هم نخورم. آره دیگه ما اومدیم بای بدیم و دیگه تو این چنل فعالیتی نداریم. شاید بعدا یه چنل فوتبالی یا حالا هر چیزی کالاف اینا بزنم، لینکشو براتون میذارم اگه زدم، اگرم نزدمم دیگه. آره دیگه باید خداحافظی ابدی. آره دیگه این مثلا رفتم تست بهترین گیل سرور خاورمیانه رو دادم. اونو من 2 ساعت نت گذاشتم واسه شما و 72 تا واسهتون 72 تا ویو خورده. من نمیدونم، من پستش هم گذاشتم که میخوام بای بدم. حالا نت اگه با ما یاری کنه، اگرم صدا کم میاد بچه ببخشید دیگه، ناراحتم. آره دیگه به زودی پایان. آره دیگه خودم نمیخواستم بای بدم، شما این کارو کردید. شما یه ذره یاری کنید، همکاری کنید، من میتونم پرقدرت‌تر بیام. ببینم اگه این ویدیو حمایت میشه، مثلا 20 تا کامنت گرفته، اینا 20 تا برای من خیلی زیاده. برای مثلا برق جنس اینا 20 تا خیلی کمه، واسه من خیلی زیاده. من 100 تا ویو هم برام خیلی زیاده. فقط 64 تا، چون چنل من که اصلا خوب نیست. من تازه فعالیت کردم، چند تا 26 تا ویدیو گذاشتم. بازم ممنون که تا اینجا حمایتم کردید، فالو داشتید. آره دیگه 26 تا ویدیو. من ویدیو اولم 767 تا خورده. فقط ببینید دیگه این ویدیو 1200 تا خورده. الانو بیاید با الان مقایسه کنید اصلا نمیشه، چون مثلینا دارن فعالیت میکنه، همه میرن اونو میبینن. چون که ویدیو در مورد بای دادنش گذاشت، همه میرن دیگه اونو نگاه میکنن، یا ما رو اصلا نگاه نمیکنن. حسین امیلو نگاه میکنن دیگه، اکسو نگاه میکنن دیگه. آره دیگه کنسل اینا رو، علی دلتا اینا رو همه رو چیز میکنن، اینا رو همه رو میبینن. ویدیوهای ما رو که نمیان بگیرن. منم بعد گفتم چرا الکی بیام وقتتون رو الکی بذارید واسه ویدیو من برای یه دونه ویو. آره دیگه ما دیگه فعالیتی نداریم. بازدید چنل هم ببینید از کجا رفته به کجا. این از در اصل 26 تاست.
اونجا اینجا چند است؟ اینجا 23 تاست. آره وضعیت یوتیوب بازدیدم کم میکنه. آره دیگه ما توی این وقتتون رو زیاد نگیرم. ما توی این ویدیو اومدیم میخوایم بای بدیم. اگه حمایت بشه این ویدیو که مطمئنم نمیشه، باز ما بعد یه هفته 2 هفته پرقدرت با یه ویدیو جدیدتر میایم شروع میکنیم. اگرم نشه که دیگه برای همیشه خداحافظی میکنیم. و الان آره دیگه وقت پایان ویدیو رسیده. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.